جبورایا گشتی اف دمک وکا خاندکار زانینگهن باکر و روجهلات سوری ما مبادره بناو پیشروش داخوه دایه دست بکرن. اف مبادره وک جوان و خاندکار برورکه پیشنگی و با آرمان جل دژی فاشیزم اول پرستی، زیان پرستی، نتوا پرستی و همو جورای دستلاداری درکتی رکه. بگومان یا گله که جوان نیسکتی و فرستان ایش و ایشکنجیا هری دجوار کشاندیه گله کرده. دنوا گله کرده جی و بگیشتی لمزوبوتامیا جی جنه. دولت انداگرکرین کردستان به 100 سالان که و فاشیزمه لسر گله کرد و گلن بندست دمشینن. یک جوان دولتان جی بردوامی یا امپراتوریا عثمانی یا زوردار دولت ترکیه یا فاشیزمه. دولت ترکیه جدامزراندن خواوا خواست گو همو گلن مزوبوتامیا و انطولیا ده قرکرنه را در باس بکن. دوی ملی دا گل قرکرنین سور و سپی یعنی کشتن بدنی و چاندی پیک آنی. لورا اف دولت جدست پیک و وکا کومکا چتا و فاشیزم تفگریایا. ایروژی به همو قریجی آخوا و رورشی آخوا و لبر چاون جیهان دیار و خویایا. هر روز و هر کلی لسر روپل و شاشیان دزی دست دریجی کنکوژی تالنکری و فاشیزما دولت ترکیه آشکره دبه به 100 میلیارد دلاران دزیا کدا گل و دستدریجی رورش و مافیاگری روی راستی یه ترکیه. یک جوان تفگرین قریش یه دولت ترکیه جی داگرکری و دزیا کل سر باشور کردستان دمشینه. چاوا کد دستانا گلگامیش دا دستهلادارین سومر ایریش دبن سر پیشین کردان دار و معدن وان دزن و کنکوژی دکن ایروژی همان پراتیک جالی دولت ترک و پیکته. دولت فاشیزم ترکیه خازای کردستان باشور قتل دکه داران دبره و دزه. او یک لپیش جاون جهان پیکته. مخابن دستلاداری حوله رجی مینا کد دستانا گلگامش دا انکیت و جایریشکرین سومر را آلیکاره او جی جداگرکرین ترکیه را آلیکاره. جخوا اف چند سالن ترکیه به حجت آکو گریلا پارتیان کارکرین کردستان لورن ایریشک برفره دینه سر آخا باشور. لی هر کس دزانه کج دم عثمانین و حتانها دستلادارین ترک هر تم ایریشی کرد و کردستان کرنه. به 100 سالن بوری دا جی دو پیشنگین بارزانیان که هر دو جی ناوین خواه عبدالسلامن جهیل عثمانیان و هاتن دار وکرن و قتل کرن. هر وها دما که چند سالن بر رفراندوم جبو سرخوابونا کردستان باشور چی بوجی نوین عثمانیان دولت ترک به دبابایان کت ناف تفگر و تهدیدان. لما خوابین دما که ام ایرو دنیرن همان نوی عبدالسلام بارزانیان ایرو دست خواه دکن دست کوجر و قتل خواه که اوجی دستلادارن ترک یه نوین عثمانیانن و ایریشی تینن سر شروان آزاد. ام وک جوان و خاندکاران بانگ لهمو آلین ولات پاریس دکن و دبیجن کدام دما یکتیه بلا تو کس خواه به حساب بجوک و بجروندی تنک نخابینه لولا رجبر داجی پیشین ما گوتنه گره دبه بوست لی دجمن نابد دوست. ام دبیجن همو کردین ولات پاریس و دلخوازی یکتیه هیزا خواه بکن یک و لسر اساس دوستانی گل و جواکن ام لهمبر فاشیزم و دستلاداری قریش تی بکشن و بسر بکبن. بگومان آزادی و حقیقت و بسر کبن. لی یک جبر خواه پیک نایه. جبو و یک پیوست همو ولات پاریس آزاد پروری و مروف پرور لهمبری و فاشیزمه و یک هویتیه یکتی خواه چیکن. پارستن خواه یا روا و جوهری نشان بدن. ام وک جوان و خاندکار مبادره پیشروش داخل و بانگ لهمو مروواتی آزادی خاص و کردن ولات پاریس دکن که دوی دما دیروگه دا زنگل خطریه ببیزن و تیک هفن ناوا تفگر و نهیل فاشیزم و خیانتکار آرمان جا خواه پیک بینن. جبو کردستان که آزاد به دار و بر و هیشین و جبو جهان که رنگین بلا پیشروش با آخوه و تف بگره. بمرا فاشیزم و ایخانت بجی یکتیا گل کرد بجی آشتیا گل و جواکان بجی مرواتیا آزادی خواست مبادره پیشروش دا آخوه.